خب، بیایید با هم بریم سراغ چشمانداز بازار جهانی برای اواخر سال 2025. میخوایم ببینیم این گزارش چی به ما میگه، چه روندهایی پیش روی ماست و چطور میتونیم برای ماه‌های آینده آماده بشیم. این تحلیل یه جورایی مثل یه گزارش هوانوسانی برای اقتصاد جهانیه. قراره با هم الگوهای اصلی رو بررسی کنیم، ببینیم ابرهای طوفانی کجا دارن جمع میشن و خلاصه سعی کنیم مسیر پیشرو رو با دید بازتری ببینیم. اولین و مهمترین چیزی که به چشم میخوره یه شکاف خیلی بزرگه. انگار که اقتصادهای اصلی دنیا هر کدوم ساز خودشونو میزنن و جهان با دو تا سرعت کاملا متفاوت داره حرکت میکنه. اینجا دقیقاً همون شکاف رو می‌بینیم. کاملاً واضحه نه؟ از یه طرف اقتصاد آمریکا رو داریم که بعد از یه دوره خیلی قوی انگار داره پاشو از رو گاز برمی‌داره و سرعتش کم میشه. اما از طرف دیگه منطقه یورو یه جورایی همه رو غافل گیر کرده و با یه مقاومت خوب نه تنها وایستاده بلکه داره شتابم میگیره. خب طبیعتاً وقتی اقتصادها مسیرشون جدا میشه، بانک‌های مرکزی هم نمیتونن یه راه رو برن. فدرال رزرو آمریکا شروع کرده به کاهش نرخ بهره، ولی بانک مرکزی اروپا ترمز رو کشیده. همین موضوع یه شکاف بزرگ توی سیاست‌های پولی کل دنیا ایجاد کرده. این جدول یه جورایی کل داستان رو خلاصه میکنه. آمریکا با رشد کمتر و خطر یه تورم جدید دست و پنجه نرم میکنه. اروپا خیلی آروم داره جون میگیره و چین هم به خاطر مشکلات داخلی خودش اون رشد مورد انتظار رو نداره. اما خب این فقط نصف داستانه. در کنار این اقتصاد دوپاره یه سری ابرهای طوفانی هم تو افق دیده میشن. ریسک‌های واقعاً جدی که باید خیلی دقیق زیر نظرشون داشته باشیم. این ریسک‌های بزرگ چی هستن؟ گزارش 3 تا ریسک اصلی رو مشخص کرده. اول، تنشن‌های ژئوپلیتیکی. دوم، کسری بودجه و وضعیت مالی ناپایدار آمریکا. و سوم، یه بحران جدی که توی بخش املاک تجاری آمریکا داره شکل میگیره. حالا بیایید یکم روی این ریسک املاک و مستغلات زوم کنیم. ببینید صحبت از بیش از 100 میلیارد دلاره. 100 میلیارد دلار. مشکلات مالی که هنوز توی بخش املاک تجاری آمریکا حل نشده باقی مونده، این عدد خیلی بزرگه و آدم رو راستش یاد ارقام نزدیک به بحران مالی جهانی سال 2008 میندازه. از اون طرف کسری بودجه آمریکا مثل یه طوفان با حرکت آهسته است. این کسری مدام بازده اوراق قرضه بلند مدت رو بالا میبره و این یعنی هزینه گرفتن وام برای همه از دولت گرفته تا مردم عادی بالاتر میره و کل اقتصاد رو تحت فشار میذاره. نکته مهم اینه که این ریسک ها محرک های مشخصی دارن که میتونن فعالشون کنن، به خصوص داده های تورم آمریکا تو نیمه دوم سال. این داده ها میتونن مثل یه جرقه عمل کنن و فدرال رزرو رو مجبور کنن مسیرش رو کلاً عوض کنه. حالا سوال اینه، با وجود این همه ابر طوفانی که تو راهه، سرمایه‌گذارا واقعاً چه حسی دارن؟ اینجاست که به یه تناقض خیلی جالب و عجیب در دل بازار میرسیم. بازار الان توی چیزیه که گزارش بهش میگه رژیم متناقض. بهترین توصیف همینه. انگار توی یه مهمونی روی یه کوه آتشفشان فعال هستیم. از یه طرف همه خوشحالن و دارایی‌های پول ریسک دارن خوب کار میکنن، اما از طرف دیگه همه ته دلشون نگرانن که هر لحظه ممکنه همه چیز به هم بریزه. این تناقض رو اینجا به وضوح میبینیم. شاخص VIX که بهش میگن شاخص ترس خیلی آرومه و نگرانی خاصی نشون نمیده، اما از اون طرف شاخص کلی‌تر ترس و طمع میگه که نه، سرمایه‌گذارای عادی هنوز خیلی نگران و بدبین هستن. و این تنش رو یه جای دیگه هم خیلی قشنگ میشه دید. سفته بازان بزرگ، یعنی اونایی که سرمایه‌های کلان دارن، یه شرط بندی عظیم کردن روی اینکه بازار قراره بریزه. اما دقیقاً در نقطه مقابل معامله‌گران تجاری، همونایی که بهشون میگن پول هوشمند، یه موضع کاملاً متفاوت گرفتن. این یعنی چی؟ یعنی یه تقابل خیلی شدید شکل گرفته و بازار آبستن یه حرکت بزرگ و تعیین کننده است. خب با این بازار پیچیده، با این همه واگرایی و ریسک و تناقض، یه سرمایه‌گذار باید چیکار کنه؟ بیایید ببینیم چشم‌انداز کلاس‌های مختلف دارایی چیه. استراتژی پیشنهادی اینه: همچنان تو بازی دارایی‌های رشدی مثل سهام و کریپتو بمونیم، اما حتماً یه فکری هم برای مدیریت ریسک‌های احتمالی بکنیم. یعنی یه نقشه جایگزین برای روز مبادا داشته باشیم. برای سهام شعار اصلی رالی با احتیاط هست. یعنی با اینکه روند کلی صعودیه، اون تنش‌های پنهانی که در موردشون حرف زدیم میتونن هر لحظه باعث یه حرکت ناگهانی و شدید توی بازار بشن. پس باید حواسمون خیلی جمع باشه.
چشمانداز بیت کوین خیلی مثبته، ولی سرنوشتش کاملاً به تصمیمات فدرال رزرو گره خورده. سیاست‌های پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره مثل سوخت برای دارایی‌های پرریسکی مثل بیت کوینه. برای همین هر تأخیری تو این مسیر میتونه یه اصلاح قیمتی شدید تو این بازار ایجاد کنه. بر اساس همین تحلیل‌ها، گزارش چند تا ایده معاملاتی با احتمال موفقیت بالا رو هم مشخص کرده که دقیقاً روی همین تم‌های اصلی، یعنی واگرایی سیاست‌ها و ریسک‌های ساختاری بنا شدن. خب با همه این حرفا یه سبد سرمایه‌گذاری ایدئال برای این شرایط چه شکلی باید باشه؟ بیایید به تخصیص پورتفولیوی پیشنهادی گزارش نگاهی بندازیم. این پورتفولیو برای رشد با پوشش ریسک طراحی شده، یعنی سهم قابل توجهی به دارایی‌های رشدی مثل سهام و کریپتو داده، ولی در کنارش وجه نقد و کالاهایی مثل طلا هم داره تا ریسک رو مدیریت کنه. منطقش اینه که از رشد بازار جا نمونیم، ولی همزمان یه ضربه‌گیر محکم برای روزای سخت داشته باشیم. پس نکته کلیدی و حرف آخر اینه که الان زمان شرطبندی‌های یک طرفه و بزرگ نیست. نمیشه کاملاً دفاعی بود و نه کاملاً تهاجمی. باید متعادل بود، تاکتیکی عمل کرد و همیشه برای نوسانات آماده بود. و این ما رو با یه سوال نهایی تنها میذاره. توی این بازار پر از تناقض، سود بزرگتر از سوار شدن بر موج به دست میاد یا از آمادگی برای سقوط احتمالی؟ شاید بشه گفت توی همچین شرایطی خود مدیریت ریسک با ارزش ترین دارایی ماست.